اشهد ان علی امیر المؤمنین حجته و الحسن حجته و الحسین حجته. میگه امام حسن امام حسین هم حجت خدا بودند. داره امام ها رو به ترتیب نام میبره که یعنی اینها امامان من هستن، اینها حجت های خدا هستن. چرا میاد تک تک امام ها رو نام میبره؟ به خاطر که اگر شما بخواید تا امام های قبلی ماجرای امامت رو تموم کنید و دیگه امامی نباشه الان، یعنی حجت خدا الان نیست روی زمین. حجت که نباشه یعنی رابطه بین آسمان و زمین قطعه، یعنی واسطه فیض نیست. خدا اولین چیزی که آفرید توی عالم نور این اهل بیت بود. اول اومد کانال ارتباطیه رو درست کرد، بعد از طریق کانال ارتباطیه بقیه موجودات رو آفرید. این حجت ها باید باشن، اینها واسطه فیض هستند و به خاطر اینها جهان آفریده شد. به خاطر گل روی اینها بود که خداوند به بقیه در روزی میده و به بقیه لطف میکنه و رحمت میرسونه.